بس بودای سوخی روز دراز جنجال غور گوش کن. چی؟ من پدر شدم با تو حقی گپ زدن ندارم. بس بودای سوخی روز دراز نصیحت. جوان با پدرش بحث کرد و میانشان صداها بلند شدند. کمی ایستا. پسر با قهر از خانه بیرون شد و به خانه دوستش رفت. شب آنجا ماند، اما غم و اندوه قلب و عقل جوان را فرا گرفت. بس بودای سوخی روز دراز جنجال گوش کن. چی؟ من پدر شدم با تو حقی گپ زدن ندارم. بس بودای سوخی روز دراز نصیحت. صبح شد و جوان به سوی کارخانه اش رفت. حکمت هست که گویند پدر راضی خدا راضی. شاید این پدر هم به دل زخم گرفته بود که این روز جوان و پیش پا خوردن ها و بنابرابری ها دوچار می شد. جوان این را پیخست می کرد و از دل می گذرانید. عاقبت مهر پدر در وجودش جوش زد. کار را یک سو گذاشت و جانب خانه روان گشت. پایهای شما خیلی راه ها رو طی کردن تا برای ما لقمه بیارید. اجازت ندید پایتان را ببوسم. اجازت نمیدیم. گرچند درست است. وقتی که تو کودک بودی تو را بالای دستم می برداشتم پایهایت را می بوسیدم. بچه رنجش پدر را فهمیدن دشوار است. از این رو خیلی با دقت باش. اگر پدر در قید حیات باشد برایش چون عصای باش که قامتش خمی را نبیند و همیشه دعایش را بگیر. اگر از این دنیا رحلت کرده باشد پس تو برایش دعاگوی باش تا روحش از تو شاد گردد. پدر درختی است گرچه میوه هم ندهد سایش بسنده است.